أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله دروس قاعده خلیلی درس دوم حروف مرکبات تمام شد و امروز ان شاء الله درس سوم آغاز می شود. الدرس الثالث، درس سوم، العلامات الدراسیه، علامه های درسی. به این معنا که در این قاعده هر درس در مورد یک علامه می باشه. علامه به معنای زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، شد، سکون، ایستاده زبر، ایستاده زیر، چپ پیش، مد. اینها را علامه ها می گوید، نشانی ها. و هر علامه یک درس می داشته باشه در این قاعده. و یا هم گفته می توانیم که علامه های حروف، چون یک حرف هیچ وقت بدون علامه نمی باشه، از علامه خالی نمی باشد. یا زبر داشته می باشه، یا زیر، یا پیش، یا دو زبر، یا دو زیر، یا دو پیش، ایستاده زبر، ایستاده زیر، چپ پیش، مد، سکون، تشدید، حتما یک علامه داشته می باشد. پس امروز درس ما علامه های درسی می باشه. اول فتحه. فتحه در عربی زبر را می گوید. لازم باید نامهای عربی این را یاد کنید، بخاطری که درس ما به شیوه عربی هست. درست است؟ درس ما به شیوه عربی می باشه. پس اسمهای علامه را باید شما یاد بگیرید که هر علامه از خود اسم دارد، هم در فارسی هم در عربی. شما باید اسم هر علامه یا هر نشانی را یاد بگیرید در عربی. اول مثلا فتحه. فتحه زبر را می گوید. شما ببینین هم اسم علامه نوشته شده و هم خودش در آخر نشانی شده نوشته شده. اول فتحه. فتحه ببینین در عربی زبر را می گوید و زبر همیشه بالای حرف می باشد. دوم کسره. کسره در عربی زیر را می گوید و زیر همیشه در پایین حرف می باشد. همین قسم ضمه. ضمه پیش را می گوید و پیش هم مثل واوی کوچک بالای حرف می باشد. فتحتین دو زبر را می گوید در عربی. فتحه یک زبر، فتحتین دو زبر، کسرتین دو زیر، ضمتین دو پیش. یعنی تنوین دو زبر را فتحتین، تنوین دو زیر را کسرتین و تنوین دو پیش را ضمتین می گوید. شد. شد را می گوید، علامه شد. سکون در عربی هم سکون، در فارسی هم سکون می گویم. یک حرفی که علامه سکون داشته باشه مثل سر عین واره که بالای حرف می باشه، این را در عربی هم سکون می گوید و در فارسی هم سکون می گوید. الف الصغیره، یعنی الف استاده زبر. درست است؟ الف الصغیره استاده زبر، یا الصغیره استاده زیر، واو الصغیره چپ پیش. این را متوجه باشین که الف الصغیره استاده زبر مانند الف کش می شود، یعنی قای مقام الف است. یعنی استاده زبر قای مقام الف است، مانند الف بالا کش می شود. یا الصغیره استاده زیر، این قای مقام یای مده می باشه، مانند یای مده تلفظ می شود، پایین کش می شود. واو الصغیره چپ پیش قای مقام واوی مده است، مانند واو تلفظ می شود، لبها گول می شود. یعنی الف الصغیره استاده زبر، یا الصغیره استاده زیر، واو الصغیره چپ پیش. اینها حروف مده هم هستند که استاده زبر مثل الف تلفظ میشه، استاده زیر مثل یای مده و چپ پیش مثل واوی مده. المد مد، یعنی مد را در عربی هم المد می گوید. پس شما اسمهای عربی این علامه ها را باید یاد کنید. فتحه زبر، کسره زیر، ضمه پیش، فتحتین دو زبر، کسرتین دو زیر، ضمتین دو پیش، شده شد، سکون سکون. الف الصغیره استاده زبر، یا الصغیره استاده زیر، واو الصغیره چپ پیش، المد مد.